به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، به بای فاطمه خوش اومدید. فاطمه هستم، مدرس زیست شناسی برای کنکور معدل سازی المپیاد و حتی سطوح بالاتر. بچه‌ها اکنون در زیست دهم هستیم، فصل دوم، گفتار دوم، متن خوانی. خب با من همراه باشید تا یک بررسی خوبی رو روی این درس داشته باشیم. گفتار دو، جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش. مواد مغذی برای رسیدن به یافته‌های بدن باید از یافته‌های بافت پوشش لوله گوارش عبور کنند و وارد محیط داخلی شوند. ورود مواد به محیط داخلی بدن جذب نام دارد. خون، لنف و مایع بین یافته‌ای محیط داخلی را تشکیل می‌دهند. پس محیط داخلی میشه خون، لنف و مایع بین یافته‌ای. خب در دهان و معده جذب اندک است و جذب اصلی در روده باریک انجام می‌شود. خب بریم ادامه. جذب مواد در روده باریک. پس از گوارش در فضای روده باریک مولکول‌های گوناگونی وجود دارند که باید از قشرهای یافته‌های پوششی دیواری روده بگذرند و به این یافته‌ها و پس از آن به محیط داخلی وارد شوند. بچه‌ها ببینید اینجا گفته مولکول‌های گوناگونی وجود دارد. خب ما توی فصل یک توی همین زیست دهم نحوه چگونگی مواد به داخل سلول رو بررسی کردیم و گفتیم که هر کدوم به چه شکلی وارد در واقع سلول میشن. خب دیده میشود. قشای یافته‌های پوششی روده باریک نیز در سمت فضای روده چین خورده است. به این چین‌های میکروسکوپی ریسپورز میگویند. مجموعه چین‌ها، پورس‌ها، ریسپورزها سطح داخلی روده باریک را که در تماس با کیموس از چندین برابر افزایش می‌دهد. یعنی ببینید شما این یه سطح صافه، خب، و این یه سطح چین خورده است. کدوم مساحت بیشتری رو داره؟ قطعاً این. و در نتیجه افزایش سطح جذب رو هم داره. در بیماری سلول بر اثر پروتئین گلوتن که در گندم جو وجود دارد یافته‌های روده تخریب می‌شوند و ریسپورزها حتی برس از بین می‌روند. در نتیجه سطح جذب مواد کاهش شدیدی پیدا می‌کند و بسیاری از مواد مغذی مورد نیاز بدن نیز جذب نمی‌شوند. بچه‌ها اینجا یه در واقع بیشتر بدانید هست. خب ببینید اینجا دو تا شکل معرفی کرده. الف پورز به چین‌های حلقوی. من از این ور شروع می‌کنم. اول اینو میگم، بعد اینو میگم، بعدم اینو میگم. خب از این شکل شروع میکنیم. بچه ببینید شما لوله رو حتما دیدید، این لوله بولیکاهایی که جلوی مغازه‌های ابزار فروشی میفروشن. روده باریک ما هم دقیقاً مثل همون لوله هاست، منتها منعطف‌تر و خیلی حجم بالاتری رو داره. در نتیجه اومده اینجا در داخل شکل کتاب این بخش از روده باریک باز کرده. خب همونجور که میدونید این لایه ها رو ما توی زیست دهم فصل دوم گفتار اول براتون کامل بیان کردیم. خب اومده چین حلقوی رو مشخص کرده، یعنی گفته اینا چین هستن. ببینید اینجوریه در واقع این چین ها. خب بعد اومده چین حلقوی رو ببینید براش محدوده‌ای گذاشته، گفته اینجا چین حلقوی. یعنی نیومده بگه تا این پایین چین حلقویه، نه، اومده گفته تا اینجا، یعنی مرزی تعیین کرده. اگه دقت کنید پس لایه‌های ماهیچه‌ای و لایه بیرونی به چین حلقوی نمیرسن، جزش نیستن. خب پس این محدوده چین حلقوی شده، این محدوده مشخص کرده. این شکل ب بود که چین‌های حلقوی بود و بررسیش کردیم. میریم سراغ شکل الف. ببینید توی این قسمت اومده یه دونه این پرزا رو برداشته، یه دونه این پرزا رو اومده از این پرزه که کشیده، این پرزه، خب اومده این پرزه که کشیده یه ریسپورز برداشته. ببینید ریسپورز اینا یعنی یکی از سلول‌های در واقع یافته‌های پوششی خود روده باریکه. خب ببینید این مویرگی داره، ماده مخاطی داره، لنفی هم داره. خب بعد یه جایی رو اومده به ما مشخص کرده به عنوان غده روده. ببینید بازم مرز گذاشته برای غده روده، یه مرزی تعیین کرده. بعد غده رودمون حالت چاله هست ولی پرزمون برآمده است، اینجوری برآمده. اینش که بچه‌ها ریسپورس ها شبکه مویرگی دارن، لنفی هم دارن و سه رگ خونی سرخک سیاه رگ هم دارن و نکات پرزرا و ریسپورزرا هم بهتون گفتم. خب بچه یه بیشتر بدانیده که مربوط به یه دانشمند ایرانیه که اومده برای اولین بار شستشوی معده رو انجام داده که اینو خب خودتون بخونید. سراغ ادامه تدریسمون. مواد گوناگون به روش متفاوتی که در فصل قبل خواندید. روش متفاوت چی بود؟ روش متفاوتی که تو فصل قبل خوندیم گفتیم انتشار ساده مثلا بود، انتقال فعال بود، اسموس که برای آب و اینجور چیزها. خب بیا از یافته‌های پوششی هر پرز عبور میکنن و به شبکه مویرگی درون پرز و سپس جریان خون وارد میشن. پس اول میرن شبکه مویرگی و بعد میرن وارد جریان خون میشوند.
همونطور که در شکل 13 الف میبینید در هر پورت مویرگ بسته لنفی نیز وجود دارد. لنف از آب و ترکیبات دیگر تشکیل شده و در رگ‌های لنفی جریان دارد. مولکول‌های حاصل از گوارش لیپیدها به مویرگ لنفی و سپس به خون وارد می‌شوند. در فصل دستگاه گردش مواد در بدن با ساختار مویرگ خونی و لنفی بیشتر آشنا می‌شوید. این مولکول‌ها در کبد یا بافت چربی ذخیره می‌شوند. در کبد یا بافت چربی در کبد از این لیپیدها مولکول‌های لیپوپروتئین یعنی ترکیب لیپید و پروتئین ساخته می شود. گروهی از لیپوپروتئین ها کلسترول زیادی دارند و به آنها لیپوپروتئین کم چگال LDL میگویند. در گروه دیگری پروتئین از کلسترول بیشتر است که لیپوپروتئین پرچگال HDL نام دارند. زیاد بودن لیپوپروتئین پرچگال نسبت به کم چگال احتمال رسوب کلسترول را در دیواره سرخرگ ها کاهش می دهد. چاقی، کم تحرکی و مصرف بیش از حد کلسترول میزان لیپوپروتئین های کم چگال را افزایش میدهد. دقت بکنید لیپوپروتئین کم چگال یا LDL بهش میگن کلسترول بد. خب اصلا معلومه دیگه. ببین میگه کلسترول زیادی داره. کلسترول زیاد ضرر دیگه. خب از اون برم به لیپوپروتئین پرچگال که پروتئینش بیشتر از کلسترولشه بهش میگن کلسترول خوب. خب حالا یه چیزی رو بدونید اینه که کلسترول زیادش خب رسوب میده. وقتی رسوب بده واسه سکته قلبی، مشکلات قلبی، اینجور چیزا میشه. حالا یه عددی رو میان برای کلسترول در نظر میگیرن. خب اگه کلسترول از 200 کمتر باشه محدوده عالیه. یعنی کلسترول خون شما 200 کمتر باشه خیلی خوبه. خیلی خوبه، عالیه. خب ولی اگه کلسترول شما بین 200 تا 240 باشه، توی این محدوده باشه عدده، یعنی محدوده خطره. حالا اگر بیشتر از 240 باشه خیلی خطریه. خیلی خطر و باید فوری درمان صورت بگیره. خب بریم سراغ واژه شناسی. خلاصه واژه لیپوپروتئین کمچگال و لیپوپروتئین پرچگال از سوی فرهنگستان زبان اومده. به فارسی به ترتیب لیپوک و لیپوپ اعلام شده. خب بریم سراغ فعالیت. یک برگه آزمایش خون را که در آن مواد موجود خون ثبت شده بررسی کنیم. میزان طبیعی HDL، LDL نسبت LDL HDL و تریگلیسیرید چقدر؟ خب بچه گوش کنید. برای HDL خب باید کمتر از 5 باشه. خب این از این. بعدی برای LDL خب باید کمتر از 130. کمتر از 130 خوبه. اوکی. حالا نسبت LDL به HDL این نسبت بچه باید کمتر از 3 باشه. باید کمتر از 3 باشه. خب حالا اگه بین 3 و 6 باشه تیپ متوسطه. خب و اگه بیشتر از 6 باشه گروه پرخطر قرار میگیره. در مورد تریگلیسیرید هم باید بین 150 تا 200 باشه. باید بین این دوتا عدد باشه. بین این دوتا عدد خوبه تریگلیسیریده. خب بریم سراغ ادامه. روده بزرگ و دفع. ابتدای روده بزرگ روده کوره. روده کور با آپاندیس ختم میشه. ادامه روده بزرگ از کلون بالا رو افقی و پایین رو تشکیل شده. روده بزرگ پرز نداره و اختای پوششی مخاط آن ماده مخاطی ترشح میکنن ولی آنزیم گوارشی ترشح نمیکنن. بعد روده بزرگ راست روده قرار داره. در انتهای راست روده بندارهای داخلی مایچه صاف غیر ارادی و خارجی مایچه مخطط ارادی قرار دارن. مواد جذب نشده و گوارش نیافته یافته‌های مرده و باقی مانده شیره‌های گوارشی وارد روده بزرگ میشوند. روده بزرگ آب و یونها رو جذب میکنه. در نتیجه مدفوع به شکل جامد در میاد. حرکات روده بزرگ آهسته انجام میشود. مدفوع به راست روده وارد و سرانجام دفع به صورت ارادی انجام میشود. در مورد شکل بخش‌های انتهایی لوله گوارش دقت کنید. ببینید بچه‌ها اینجا انتهای روده باریکه که اومده اینجا متصل شده به ابتدای روده بزرگ. خب ابتدای روده بزرگ میگفتیم روده کور. زایده آپاندیس هم دقیقاً در همین کنار وجود داره. بعد میریم کلون بالا رو، اینجا کلون افقی، کلون پایین رو
اینجا راست روده، بنداره داخلی، بعد خارجی و مخرج. 1 2 3. خب نکاتش چیه؟ ببینید گفتم که محل اتصال روده باریک به روده بزرگ روده کوره. خب روده کوره که در واقع کنارش هم آپاندیسه و به زایده آپاندیس ختم میشه. این از این. و روده بزرگ پرز نداشت ولی آبگیری داشت، یعنی آبویون رو جذب میکنه. در مورد این قسمت هم ببینید وقتی که مدفوع به راست روده وارد میشه انعکاس دفع داریم که بنداره داخلی باز میشه. خب گوارش خون بخشی از دستگاه گوارش به طور مستقیم به قلب بر نمیگردد، بلکه از طریق سیاه رگ باب ابتدا به کبد و پس از راه سیاه رگ‌های دیگر به قلب میرود طبق شکل 15. پس از خوردن غذا میزان جریان خون دستگاه گوارش افزایش می‌یابد تا نیاز آن برای فعالیت بیشتر تامین شود و مواد مغذی جذب شده به کبد منتقل شود. در کبد از مواد جذب شده گلیکوژن و پروتئین ساخته می شود و موادی مانند آهن و برخی ویتامین ها نیز ذخیره می شود. پس ما میتونیم بگیم کبد هم نقش ساختاری داره و هم نقش ذخیره شدن، چون هم میسازه هم در واقع ذخیره میکنه. خب بچه‌ها دقت کنید طبق این شکل مثلا این قسمت خب روده بزرگ خب اینجا روده کوچیکه، این معده است. اگر به همه اینا دقت کنین میبینید که شبکه‌های مویرگی داریم. در نهایت همه شبکه‌های مویرگی به هم میپیوندند در این قسمت که سیاه رگ باب هست. در این قسمت به هم میپیوندند که سیاه رگ بابه و میرن کبد. اصلا کبد همین کارو میکنه، از همه قسمت‌های در واقع دستگاه گوارش میاد مویرگی میشه و از طریق سیاه رگ باب اون مواد غذایی رو میگیره وارد خون میکنه و جذب میکنه و نقش تصفیه کنندگی داره. سپس وقتی کاراشو انجام داد از طریق سیاه رگ فوق کبدی اینجا از طریق سیاه رگ فوق کبدی وارد بزرگ سیاه رگ زیرین میشه. خب بعد از اون هم وارد قلب میشه. تموم شد. جریان‌های گوارشی. دستگاه گوارش یک مرحله خاموشی نسبی، یعنی فاصله بین خوردن وعده‌های غذایی، و یک مرحله فعالیت شدید، یعنی بعد ورود غذا دارد. این دستگاه باید به ورود غذا پاسخ مناسب بدهد، یعنی شیره‌های گوارشی به موقع و به اندازه ترشح بشن و حرکات لوله گوارش به موقع انجام شوند تا غذا با شیره معده مخلوط شود و در طول لوله با سرعت مناسب حرکت کنند. فعالیت بخش‌های دیگر بدن از جمله گردش خون نیز باید با فعالیت‌های دستگاه گوارش هماهنگ باشد. فعالیت دستگاه گوارش را مانند بخش‌های دیگر بدن دستگاه‌های عصبی و هورمونی تنظیم می‌کنند. تنظیم عصبی دستگاه گوارش را بخشی از دستگاه عصبی به نام دستگاه عصبی خودمختار انجام می‌دهد. فعالیت این دستگاه ناخودآگاه است، یعنی غیر ارادیه. مثلا وقتی به غذا فکر می‌کنیم بزاق ترشح می‌شود. با فعالیت دستگاه عصبی خودمختار پیام عصبی به غده‌های بزاق می‌رسد و بزاق ترشح می‌شود. دیدن غذا و بوی آن نیز باعث افزایش ترشح بزاق می‌شود. انجام فعالیت‌های گوارشی با فعالیت‌های بخش‌های دیگر بدن نیز باید هماهنگ باشد. مثلا هنگام بلع و عبور غذا از حلق، مرکز بلع در بصل و نخاع فعالیت مرکز تنفس را که در نزدیکی آن قرار دارد مهار می‌کند. در نتیجه نای بسته و تنفس برای مدت زمان کوتاهی متوقف می‌شود. همانطور که در ساختار لوله گوارش دیدیم، در دیواره این لوله از مری تا مخرج شبکه‌های یافته‌های عصبی وجود دارند. این شبکه‌ها که شبکه‌های عصبی روده‌ای نامیده می‌شوند، تحرک و ترشح را در لوله گوارش تنظیم می‌کنند. تحرک منظورشون همون حرکات مثلا دودی و اینا هستش و ترشح منظور از حالا آنزیم‌ها و اجزای هورمونی. شبکه‌های عصبی روده‌ای می‌توانند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار فعالیت کنند، اما دستگاه عصبی خودمختار با آنها ارتباط دارد و بر عملکرد آنها تاثیر می‌گذارد. بچه نگاه کنید، از میری تا مخرج گفتیم یه سری از در واقع یافته‌های عصبی داریم که تاثیر دارن دیگه و بهشون میگیم شبکه عصبی روده‌ای. ببینید اینها الان در شکل 16 اینا شبکه یافته‌های عصبی هستن که اومده کشیده که در زیر مخاط و لایه ماهیچه‌ای.
دقت کنید توی زیر مخاط و لایه ماهیچه‌ای هست. این جمله رو یه بررسی بکنیم. شبکه عصبی روده‌ای میتواند مستقل از دستگاه عصبی خود مختار فعالیت کنه. یعنی برای خودش یه حکومت جدایی داره، یه در واقع نظم جدایی داره. خب اما مهمه دستگاه عصبی خود مختار با آن ارتباط دارد و بر عملکرد آن تاثیر می‌گذارد. بریم صفحه بعد. سکرتین به معنی ماده ترشح شده است. سکرتین نخستین هورمون کشف شده است. گاستر واژه یونانی به معنی معده است و گاسترین به معنی ماده‌ای است که معده آن را ترشح می‌کند. برای اینکه راحت‌تر حفظ کنید. در بخش‌های مختلف معده و روده یافته‌هایی وجود دارند که هورمون‌ها را می‌سازند. این هورمون‌ها به خون می‌ریزند و همراه با دستگاه عصبی فعالیت‌های دستگاه گوارش را تنظیم می‌کنند. یعنی این هورمون‌ها به همراه به کمک دستگاه عصبی فعالیت دستگاه گوارش را تنظیم می‌کنند. سکرتین و گاسترین از این هورمون‌ها هستند. سکرتین از 12 به خون ترشح میشه و با اثر بر لوزالمعده موجب ترشحات بیکربنات میشه. خب پس دقت کنید، سکرتین شماره 1. سکرتین شماره 1 از کجا ترشح میشه؟ 12. از کجا ترشح میشه؟ از 12. سکرتین یه رازیه، یه عددی رو با خودش داره. 12 ترشح میشه، میره اثر میذاره برون ریز لوزالمعده و باعث افزایش ترشح بیکربنات میشه. همینجا یاد بگیرید سکرتین. پس سکرتین یه رازی داره، اونم یه عددی رو با خودش داره. 12 ترشح میشه، میره برون ریز لوزالمعده اثر میذاره، بیکربنات رو افزایش میده. هورمون دومی چی بود؟ گاسترین از یافته‌های درون ریز دیواره معده ترشح میشه. گاستر یاد گاستر، اینا که مبارزه میکنن، معده قوی گاستره، از یافته‌های درون ریز دیواره معده که نزدیک پیلوره ترشح میشه و با اثر، گوش کنید، با اثر کجا، تو چه سلولایی اثر میذاره گاسترین؟ روی یافته‌های کناری و یافته‌های اصلی غده‌های نوایی بالاتر، باعث افزایش ترشح یک اسید معده، 2 پپسینوژن میشه. وزن مناسب از دلایل چاقی در جوامع امروزی استفاده از غذای پر انرژی پرچربشین، عوامل روانی مانند غذا خوردن برای راحتی از تنش و شیوه زندگی کمتر بکرد. البته چاقی در برخی از افراد به ژن‌ها مربوط است. چاقی سلامت افراد را به خطر می‌اندازد و احتمال ابتلا به بیماری‌های مانند دیابت نوع 2، اموای از سرطان، تنگ شدن سرخرگ‌ها، سکته قلبی مغزی را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر افرادی که کمتر از نیاز غذا می‌خورند و در نتیجه لاغر می‌شوند به علت کاهش دریافت مواد مغذی دچار مشکلاتی مانند کمخونی و کاهش استحکام استخوان‌ها می‌شوند. تبلیغات و فشار اجتماعی در تمایل افراد به کاهش وزن بیش از حد نقش دارند. برای تعیین وزن مناسب از شاخص توده بدنی استفاده می‌کنند. این شاخص از رابطه زیر محاسبه می‌شود. شاخص توده بدنی کمتر از 19 نشان کمبود وزن و بیشتر از 30 به معنی چاقی. اگر این شاخص بین 19 تا 25 باشد وزن مناسب و 25 تا 30 به معنی داشتن اضافه وزن. پس 1. کمتر از 19 کمبود وزن، بیشتر از 30 چاقی، بین 19 تا 25 وزن مناسب و بین 25 تا 30 داشتن اضافه وزن هستش. خب الان یه سری عمل‌های مد شده، اسلیپ معده و اینجور عمل‌هایی که انجام میدن، برای اینکه کاندید این عمل‌ها بشن در واقع باید همین شاخص توده بدنیشون از یه عددی بیشتر باشه که مثلا بیان حالا برنامه‌ریزی کنن و در واقع این عمل‌های لاغری رو انجام. تعیین وزن مناسب بر اساس شاخص توده بدنی برای افراد بیشتر از 20 سال است، از آنجا که افراد کمتر از 20 سال در سن رشد قرار دارند. برای بررسی مناسب بودن وزن این افراد شاخص توده بدنی آنها رو با افراد همسن و همجنس مقایسه می‌کنند. البته وزن هر فرد به تراکم استخوان، مقدار بافت ماهیچه و چربی بدن او بستگی دارد. بنابراین فقط افراد متخصص می‌توانند درباره مناسب بودن وزن فرد قضاوت کنند. در نتیجه دوستانی که مادر هستن و فرزند دارن نیان وزن فرزند خودشون رو هی با بچهای دیگه مقایسه کنند. بهتره که اگر فکر می‌کنی فرزندتون کاهش وزن و این موارد رو داره، به پزشک متخصص تغذیه مراجعه بکنید. فعالیت 6. ذخیره بیش از اندازه چربی در کبد موجب بیماری کبد چرب میشه. چگونه میتونیم این بیماری پیشگیری کنیم؟ در این باره اطلاعاتی جمع آوری کنید و به کلاس ارائه دهید. جواب فعالیت. بچه‌ها کبد چربی یعنی اینکه سلول‌های کبدی داشت چربی میگیره. خب یه سری آزمایش باید بدیم. حالا سونا میتونه مشخص کنه، آزمایش آنزیم‌های کبدی که اگر یه عددی بالاتر باشه نشون میده کبد چربه. 4 تا گرید داره. خب
گرید 1 و 2 سادن، باید حالا کنترل بشه و مراقبت بشه، درمان میشه. گرید 3 یه نمه خطرناکه که باید خب قشنگ رژیم های مخصوص گرفته شه. گرید 4 خیلی خطرناکه، ممکنه پیوند کبد صورت بگیره. بیشتر هم غذاهای فست فودی، غذاهای پرچرب، عدم تحرک و اینا میتونه باعثش بشه. درنچه ورزش خوبه براش. یه سری گیاهایی مثل زنجبیل، زردچوبه، قارچ کاهو، اینجور چیزا برای کبد چرب مفیده و اثر خوبی. بیشتر بدانید هم در واقع در صفحه 29 اومده توده بدنی برای دختران و پسران بین 14 تا 20 رو براتون کشیده که مطالعه آزاد هست و میتونید بخونید. مثلا توی این جدول اومده نوشته که اگه توده بدنی یه سری عدد گذاشته، ببینید تو این جدول 95 و بیشتر از اون باشه چاق، 85 تا 95 اضافه وزن، 5 تا 85 طبیعیه، کمتر از 5 هم کم بوده وزنه. بچه مسخانی در واقع زیست دهم فصل دوم گفتار دوم جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش تموم شد و میریم که وارد فصل در واقع 2 زیست دهم گفتار سوم بشیم. خیلی ممنون ازتون.